چطوری؟ خب بچه ما اومدیم امروز با یه بازی جدید دیگه. خیلی خوش اومدیم بچه‌ها. قراره بازی پشت بازی هیجان انگیز پشت هیجان انگیز پیش بریم. بازی چیه امروز؟ خب بازی ما چیه؟ ما زیر این ظرفا یه سری خوراکی‌ها داریم. همین ظرفا. خب یه سری خوراکی‌ها داریم که بچهای تیممون اومدن گرفتن. به نسبت چیزایی که ما دوست نداریم و ما دوست داریم یا چیزایی که اصلا قابل خوردن نیست. مثلا برنامه رو فکر شده ریختیم بچه‌ها. حالا نحوه بازی چجوریه؟ هر راند یکیمون ظرف جلوی خودشون میبینه، بدون اینکه راجع به اون ظرف که داخلش چیه بخواد صحبتی بکنه، طرف مقابل رو قانع میکنه که چیزی که جلوش خوراکی بد است یا چیزی که جلوش خوراکی خوبه. مثلا تو این ظرف من خوراکی خوبه، تو این ظرف خوراکی بد. من باید کسرا رو قانع کنم تا این خوبه رو ول کنه و اون بده رو بخوره. به دروغ، یعنی باید بهش دروغ بگم و قانعش بکنم. این شکلیه. بعد بو نداریم، تکون دادن نداریم، هیچی نداریم. فقط صرفا طرف مقابل یه جوری می‌بینی که تو نبینی و بازیمون شروع میشه. چون تو حجمت بیشتر از منه، ظرفت یه خورده بزرگتره. باشه قبوله. خب بریم واسه اولی. شروع کنیم. اولی‌ها کی بره؟ تو برو اولی. من برم. منم نگاه نمی‌کنم. اونور نگاه کن. مشخصه نگاه نمی‌کنم. اونور نگاه کن. بابا تو دوربین معلومه. خب چقدر به من اعتماد داری؟ هیچی. ظرف من انتخاب. ظرف تو رو انتخاب کن. ظرف من انتخاب. ببین وقتی دیدیش به نظر الان داره میخندی، یه خورده عجیبه آخه. خودش برنامه است که باید بخنده و گریه کنه. یعنی الان این خوبه است این بده. آره. دیگه خودت میدونی دیگه، من گفتم. یه خود توضیح بده. رو خوردید حالا؟ آره تو هم خوردی. منم خوردم. توضیح بده خود راجبش. چیز بگم؟ خوبه یا چیز بدیه؟ چیز خوبیه. چیز خوبیه؟ سلامتی بسیار. مثلا دشمن دکتراست. میخوری انقدر همه بیماری ها ازت فرار میکنن دیگه دکتر لازم نیست بری. میدونم به اعتماد بکنم یا نکنم. چرا نکنی؟ نمیدونم. و این همه سال رفاقت رو یه جا نشون بده. میخوای اعتماد نکن به من چی؟ اینو انتخاب کن. من اینو انتخاب میکنم. اونو انتخاب کردی؟ آره. اینو انتخاب کن. اینو انتخاب میکنم. آخرین فرصتیه که دارم. من اینو انتخاب میکنم. امیدوارم خوب انتخاب کرده باشم. مطمئنی نمیخوای؟ هنوز ندیدیم و اینو انتخاب میکنم. وای یزیده. بله. اونو انتخاب میکنم. حالا که فکر میکنم دارم اونو انتخاب میکنم. اوکی. پیاز بالاخره خوبه. میدونی که پیاز خام هم میخورن، هیچ مشکلی نداره. آره پیاز هم در واقع برای سلامتی خوبه. چقدر باید بخوره؟ کلش رو که قطعا نباید بخوره. هر چقدر دوست داری. یکی کوچیک بخوره دیگه. اوکی. خب چاقو رسید بهمون و بسه؟ آره. خب سلامتی. آب بیارم برات. بخور. چه پیاز مشتی هم هست. دماغتو چی گرفتن؟ دماغتو نگه دار بخور. میشه خورد. سیب میخوری؟ بریم بعدی. بریم بعدی. خب اومدیم با بعدی. پیاز چه حسی داره بدون خیلی پیاز گنده بود. پیاز میخوری؟ من پیاز خور. من فقط پیاز رو چیز میکنم. رنده میکنی سرخ میکنم. خام نمیکنم. پیاز و کوبیده هم ترکیب عجیب غریب قضیه. اسمم به تو میافتاد خیلی ناراحت نمیشدی از این موضوع. چرا؟ ولی تند بود. پیاز گنده خیلی نگیرین. سعی کنین کوچیکش بگیرین. پیازای ریز بهتره، خوشمزه‌تره. خب شما باید نگاه کنی. نگاه کن. به تو اونور کن. نمیخوام. اوکی. خب ببین این برای خودت ساخته شده. یعنی این خوراک خودته. خیلی اینو دوست داری.
چی یعنی که من بهم خیلی چیزا اعتماد دوست کن. دارم. این خیلی دوست داره اینو. بده اعتماد کنم. اعتماد کن، من میگم اینو بردار. این نخوام بده اعتماد نه کنم چی؟ یه دقیقه وایسا ببین. این مورد علاقه توه، خیلی وقتا میخوری، خب شاید همونو به قصد اون نخوری ولی در کنارش میخوری. بوق میتونیم بذاریم رو صدامون؟ نه خب چی؟ میتونیم بذاریم ولی نگو. حالا اعتماد کن به من، اینو بردار آقا این برای تو ساخته من شده. به تو اعتماد میکنم. اعتماد مثل تو می‌کنی؟ نیستم. آره آفرین، این برای تو. یه هندونه یه سری بشینیم بخوریم چند سال رفاقت و آره باش، به من اعتماد نکردی دیگه. من به تو اعتماد میکنم. آفرین، اینو برداری دیگه. باش. اوکی برو. میخورین دیگه، شما چیپس نمیخورین؟ الان این چیه؟ اون که شکلاته، اون که نه من بدش شکلاتم افتاد. این برای تو. یکی از تندترین چیپس های آها چیه؟ تنده. تند و میده که هات حالا دیدی اسپایسی من چیز پینگل. تند بخورم. چیپس که میخوری؟ چیپس نمیخوری؟ چیپس میخورم من تند. آره. یه دونه دیگه. نه یه دوتا بخور دیگه. این هاتن اسپایسیشه، اون مشکیه رو نمیدونم بچه‌ها دیدین که پایینش یه فلفله، همونه. آره همونه، میدونم همونه. خورده بودی قبلا؟ تنده. شکلات میخوای؟ بس همون دوتا کافیه. دوتا خوردی یه دونه. اون باش. وای میخوای؟ احساس میکنم چشام داغ شده. قرمز شدی اصلا. میخوای یه دونه بردار. خب این دلش میخواد بچه. بریم سراغ بعدی. ماست داریم؟ من نگاه کنم. بفرمایید. تو بکنم اونور. ببین راست کار خودته. شب به شب داری یه دونه دوتاشو استفاده میکنی. استفاده میکنم؟ حالا میخوری استفاده میکنی، بستگی داره. همینو بردار. نه خب استفاده آقا میکنم همینو یا بردار، با من بحث نکن. بزرگتری گفتم کوچکتری گفتم. استفاده میکنم یا میخورم؟ جفتش. من آب میخورم آب بخوام. حالا دیگه تو چیکار آب که داری این نیست چیه؟ قطعاً. تو چیکار داری این چیه؟ بردار دیگه، داری فکر میکنی؟ یعنی من گفتم داری فکر میکنی. یه دقیقه وایس، من حس میکنم تو داری حس همون نکن. روش حس قبلی تو به و من اعتماد تو نداری. روش قبلی گفتی به من اعتماد نداری که من به تو اعتماد بکنم، الان خب، داری مگه خلاف اعتماد بر- کردی اون موقع؟ خب دیگه دارم میگم الان داری خلاف اون میگی. برو بابا اصلا نمیذارم اینو برداری. همونو بردار. من خودم همینو بردار دیگه. همینو بردار. من که بهت گفتم همونو بردار. من بخوایم نمیذارم دیگه اینو برداری. داری فیلم بازی من میکنی. نمیذارم برداری. میدونم همونو تو بردار. داری فیلم بازی میکنی. همونو من بردار. مطمئنم آقا تو داری بردار. فیلم خب بازی دیگه من می‌کنی. دارم فیلم بازی میکنم. بردار. ما بعد این برنامه باید صحبت کنیم با هم دیگه. بچه شاید این اپیزود آخری باشه که دارین از هاکاشو ببینین. قسمت‌های بعدی یا من نیستم یا حامی نیست. بردار دیگه. بردار. خیلی داری بردار دست و دیگه. پا آقا میزنی بردار. برش دارم همونو. بردار. نه من دارم میگم اینو بردار. وای من موز نمیخورم یزید. فلفل تند. یه گاز دیگه. هر چقدر دوست داری نمیخوایم بکشیمت. حالا همین یه پسر خوبی باشی یه نصف موزم بهت میدم. سری بازم کردی خوردی واسه خودت. آره. چه موزیه. بابا من این فلفل شیرینش هم دوست ندارم، چه برسه تند. بخور. یه گاز حل دیگه. بهت موز میدم. 5 تا چرا این بخور تو بهت موز میدم. واقعا بعدش بخور که نمیری. دمت گرم. چون خیلی تند باشه. از پایین بخورش یه بخور دیگه. حالا یه فلفله. اوف نشی پرنسس. یه دونه‌شو بخور. بخور بیشتر بخور. تو که دیگه سوختی. چه فرقی داره یه دونه یا 10 تا؟ ببین من چقدر مهربونم. موز بهت دادم. ببین سوزی خیلی بده. انقدر تنده. خیلی بده. تو که تندخور بودی چی شد؟
نه دو تا میکنم. موز دادی بهم، میخوای خود فلفل بگیری ازم؟ نه مرسی. چه حسی داری؟ حس بحث آتیش میاد بیرون دهنه. خیلی برای تون بود. موزش خیلی خوشمزه است. هر سری میفته به من، خیلی عجیبه. بریم بعدی. چون تو به من اعتماد نمی‌کنی. دروغ میگی. بریم بعدی. خب نوبت شماست. فلفل و پیاز و دیگه به من چرا به من اعتماد نمی‌کنی؟ رو تونوری کن. نمی‌کنم. باشه. بدون من می‌خوای بری، بدون من کجا می‌خوای؟ هنوز ندیدی؟ چرا؟ خب بگو دیگه. خب من همینو برم. اصلا تو چشات چیزای جالبی نمی‌بینم. اینو بردم. اینو برم بذارم. این خیلی خوبه. من اینو میخوام. گوش کن بهم یه دقیقه. این چیزی که جلو منه به دردت میخوره. تو چه مواقعی؟ به درد میخوره دیگه. آقا این من چیز اینو خوبه. میخوام. من اینو میخوام. نه گوش کن. من به تو اعتماد نمی‌کنم. اصلا نمیگم به من اعتماد کن. دارم حقیقت رو بهت میگم. دروغ نگو. نه اینو بردار. دروغ نگو. مطمئنم. اینه. آقا من اینو میخوام. من به تو اعتماد ندارم. تو داری به من میگی تو باید به من اعتماد کنی، بعد میگی من به تو. مگه تو به من اعتماد کردی که من به تو اعتماد کنم؟ سری پیش بهت گفتم اینو بر ندار، تو اومدی برداشت. برو بابا. من اینو میخوام. مطمئنی؟ آره. نکن این کارو. نکن این کارو. اینو باشه اینو میخوام. اینو برمی‌داری؟ آره. این چیز خوب است که به دردت میخوره. باشه. بعد انتخاب کن کدوم بر. اینو میخوام. مطمئن؟ آره. الان که فکر میکنم برش ندار. بردار. نه الان که وایسا. بردار. بود وایسا. من انتخابمو کردم. نه وایسا. یه لحظه فرصت بده. الان که فکر میکنم برش ندار. بردار ببینم. نه یاد یه چیزی بردار. افتادم. من همینو میخوام. نه یاد یه چیزی افتادم من که تو همونو این میخوام. بابا یه دقیقه وایسا. خب دارم حرف من به تو اعتماد ندارم. من نه یادم افتاد اینو دوست نداری. اوکیه پس چیز بدی نیست. دوستش نداری ولی. دیگه گوجه بدتره؟ دوستش نداری اصلا. گوجه بدتر نیست. چرا ممکنه بدتر باشه؟ یادم من همونو میخوام. گفتی بهم دوستش من نداری. همونو میخوام. بابا یه دقیقه وایسا بهم اعتماد کن. دارم واقعا به پس خاطر من اینو خودت میخوام. میگم. اونو بردار. الان اینو یادم بردار. اومد اینو دوست نداری. ببین وای به نه، دوستش حالت. نداری. ببین یادم کلیدو برمی‌دارم رو گفته بودی بهم ماشینت اینو دوست می‌نویسم نداری. هاکاشو. گفته بودی اینو. با کلید رو ماشینت می‌نویسم هاکاشو اگه این بد باشه. نه گفته بودی اینو دوست نداری یعنی. این برای تو بود؟ نه دیگه. چیه؟ فکر کنم بو نداریم. سس کچاپ. بو نداریم. بابا برش من داشت. نمیدونم سس تو گفتی کچاپ. بو نداریم. بیار. به به. بچه‌ها ست داوود اینجان. میدونم که داری برنامه‌مون رو نگاه می‌کنی ست داوود. انشالله توی اپیزودهای بعدی بیای پیشمون سس بخوری. خیلی کمه میگم اضافه کن. بخوروشه. سس خالی نمیخوره بعد اضافه کنی. خیلی فکر کنم این خیلی سیاست. نمیخورم. مجبورم کنی؟ خودش باید بخوری نمیشه. میسوزم. بخوره نداره. نوش جونه. این بهت میدم بعدش بخوری. بخور. اوه بخور ما سوسو بازی فلفل خوبه همین که مصنوعیه. بفهم. نه من خوردم. تو رو خدا تعارف که نمی‌کنم. دیدم یه خورده ته گلو رو میزنه اگه زیاد بخوری ها. آره اوکی. کچاپ من دوست دارم. کلشو خوردی؟ واقعا کلشو خوردی؟ این میشوره بیا. وای قرار نبود کلشو بخوری من یه گاز چشام نمیبینه چیزی نبود. بخوره خورده. میگه من چه اشتباهی کردم؟ اول منم قورتش ندم. دهنت یه خورده چرخونی ها. میخواستم وایسم تا آخرش برم توف کنم بعد دیدم نمیشه. بخور. سس کچاپ بابا خیلی خوبه جدی این خرسیاست. آمی نه بابا دیگه یعنی که دیگه جزو خوباست دیگه نمیام گولت بدم. اوکی. کچاپ خرسی. هنوز تنده. اوکی. احساس میکنم این سس کچاپ تنده من روش هست. تو رو بزنم نشد. داشتی قبول میکردی. تو میخوای منو خر کنی آخه. من که از اول میدونستم این بد است. من چشم بصیرت من مثل سوپرمن میمونم پشت همه چی رو میبینم. پس بعدی رو ببین. چه برنامه آتیشیه. خیلی جالبه دارم. من باید نگاه کنم. ندید بریم. نه برو. باش اون برنامه.
ببین خوراک خودته. هر سری اینو میگی. این خوراک خودته. او این بد است. اون بد است. آره. خیلی بد و افتضاحیه. که نمیمیری اگه بخوری ولی ناراحت میشی. واقعا قلبت میشکنه. گوگولو. این بد است. داری مجاب میکنی من اینو بردارم، درسته؟ نه اگه میخوای بردار، من دارم میگم این بده. اونو تو بردارم؟ لابد میخوای دوباره به من اعتماد نکنی. نه من میخوام بعدا رو بخورم. بفهم. اینو پس بردار من دیگه. اینو پس من بردار. بردارم. آره. بردار. درشو بردارم من. نه وایس. برش دارم این. بردار، جرأت داشته باش. اگه دستت اینجاست برش دار آقا. من دارم بهت میگم دیگه این بد است. این بد است. این بد است. این خوب است. اون خوب است. این نمیخوایی به من اعتماد کنی؟ وای. تا الان من دروغ گفتم بهت. آخه هر سری تو داری میگی. آقا بردار. الان یعنی اون روشاره که داشتی میگفتی که اگر بابا من بگم روشو چی کار داری پسر خوب؟ اینو بردارم. اینو برداریم مال تو. باش. این مال تو برداریم. نه وایس. نه اینو بردارم. کدوم؟ اینو بردارم. به خدا این خوب است. نه این بد است. اشتباه شد. همینو برمی‌دارم من همینو بردارم. این برای من. چیه این؟ لواشک. واقعا بد است. آها این همون لواشک ترش است که گفت گرفتیم. بچه این یکی از ترش‌ترین لواشک هاست ولی خیلی ترشه. ای کاش اینو بر نمی‌داشتم چون تو اینو دوست نداری. من لواشک دوست دارم. اون چیه؟ خیلی مهمه که پنیر داریم ما ولی تو اینو دوست نداری، درسته؟ من پنیر گودام دوست ندارم. اونم دوست ندارم ولی اون خیلی ترشه آخه. میخوای پنیر بذاری لاش؟ نه اوکی. اینطوری یه بله درست میکنی. اوکی اما فرض کن داری میری مدرسه. میرم مدرسه. نه من اوکی. اوکی. ولی کاش اینو تو برداشتی. ولی دیدی چون به تو من اینو دوست اعتماد نداری. دیدی دوباره به من اعتماد نکردی. میخوای عوض کنیم؟ تو اینو دوست نداری. حالا خب دیگه درسته عوض خیلی کن. ترشه ولی کلشو بخورم. من لواشک دوست دارم و اینا دوست چی دارم، من شد؟ نمیدونم چقدر لب و ترشه. دهن فقط به نظر میاد. اوکی. بدون منم حتما باید بخورم. آره. میتونی فقط گودار رو بخوری. نمیشه فقط گودوها رو نخورم. میشه نگه داریم بعد برنامه با نونی چیزی دوست داری؟ دروغ نگو خوشت اومده. آخه تو لواشک بازی هستن. نمیخوری بقیه‌شو؟ من ببینم چیه. نخورم یعنی. فقط میخوام ببینم چیه. مزه موندگی میده و خیلی ترشه. خیلی مزه موندگی میده. یعنی فکر کنم راحت واسه 6-7 سال پیشه. نه کجا گرفتی؟ خیلی بده. بچه وقتی میرین یه جایی برای خرید میبینین یه چیز خراب بهتون دادن، اصلا روش رو نگاه کن. زنگ بزنین سازمان بهداشت بیان جمع کنن. روش معلومه دونه نمیدونم اینجا مشخص میشه یا نه. این گلس اینجاشو نگاه کن دون شده. لواشک نباید دون چشام باشه. خوش شد. نمی‌آب. بدون من کجا میخوای بری بدون من کجا خب بعدی شما من نگاه کنی. بله. آره روتون بری. یه بار دیگه من قرار به تو اعتماد کنم و تو به من اعتماد نکنی. روتون بری کن. بدون من کجا میخوای بری بدون من کجا میخوای بری. هنوز ندیدی؟ چرا؟ خب چرا نمیری برگشت. سلام چطوری؟ خب اینو بخور. خیلی بیادبی. چرا؟ من اون نگاه رو میشناسم. من همین رو میخوام. تا دیگه دیره. خب من دیدم اون نگاه رو. نه من اینو میخوام. نه من اینو میخوام. یه دقیقه وایس. چرا فکر کردی بزرگتری میتونی نه. زور بگی؟ گوش من اینو کن. میخوام. گوش من کن. اینو میخوام. بابا بزن حرفمو بزنه. بزن من هیچی به تو نگفتم. بگو. گفتم اینو بخور. درسته. چرا؟ ممکنه بد باشه ولی خوبه. ولی مورد علاقه توه. یعنی تو یه چیز بد دوست داری متاسفانه. یعنی من یه بار دیگه به تو اعتماد کنم و با تنها به تو برم ببین به نظرم با اینو برداری. من اینو میخوام. اون قطعا که خوبه است. من میدونم اینو.
آخه تا الان همه خوبا رو من برداشتم، میخوام یه بار بد بردارم. نه دارم میگم اون خوبه است، پس من اینو میخوام. ولی این خوبتره. اون بد است که تو خیلی دوستش داری. یعنی تو یه چیز بد دوست داری، میفهمی چی میگم؟ آقا من اینو میخوام. نه اینو بردار. من اینو میخوام. البته اونم خوبه میتونی برداری. من همینو میخوام. ولی اینو من دوست اینو ندارم. میخوام. من همینو میخوام. من اینو ولی دوست ندارم. برام برمیدارم. رفاقت. چقدر سنگینه. رفاقت. بابا اینو بردار. رفاقتو گذاشتی کنار رفت. گوش کن به من، اینو بردار. نمیخوام. تو دوست نداری اونو؟ نه. بعد من دوست دارم. ولی تو خیلی دوستش داری. من اینو میخوام. اعتماد کن. آقا من اینو آقا مگه میخوام. تو این همه من نمیگی آقا اعتماد من دوست کن؟ دارم. خب اعتماد نکردی، منم اعتماد نمیکنم. من اینو اعتماد میخوام. کردم اینو ببین برداشتم. اپیزود آخری اینطوری نکنم بذارم زیر گوشت. اینو من بردار. همینو میخوام. اینو بردار. من همینو میخوام. باشه. هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره. بچه‌ها این چیه؟ آلوه دیگه. پیاز و سیر و فلفل و یه وقتی آدم با رفیقش صادق نباشه، من صادقیت رو تو به گفتم. گفتم اون رفاقت خوبه است. اعتماد نکردی به من. من گفتم اون خوبه است. من اینا هم دوست ندارم. اینو برداری؟ نه دیگه که بخوریم. این چطوری پوستشو بکند؟ نه بابا مگه میشه نخورده باشی؟ بخور همونطوری. نمیدونم چیه. همونطوری بخور. چیه؟ آلوه. گاز بزنم؟ آره. سیر رو که همینطوری نمیخورن. مگه همونطوری پیاز با بخور. کوبیده بخورن؟ آلوه. تو پیازم بدون کوبیده خوردی. نکوبیده خوردی. بابا اینو نمیخورن همینجوری، خدا وکیل. خب اینجا فرق داره داداش. قوانین هاکاشو با قوانین همه جا فرق داره. چه پیاز مشی هم از خونک. پیاز سیره. سیر. چی دستم بود؟ سیر و پیاز و فلفل. ای وای اینجا ریخت. میوه نخوردی تا حالا؟ من این میوه همه میوه میخورم. خوردی تو این اپیزود. چی خوردم؟ یعنی موز بود یه دونه سیب. خب دیگه اونم آلوه بخور. من کلا فقط موز میخورم و سیب خوردم. خیلی چیزا. نه جالب بود. باورم نمیشه تا حالا نخوردی. دوست جدی؟ ندارم. من زیاد از میوه نیست. من پرتقال تا حالا نخورم. پس باورت بیا میشه. سیر بخور اگه میوه ای نیستی. نه دیگه نوش جون. خدایی نه. بخور نوش جون. خدایی نه. بزن نوش جون. اونم خورده دیگه نمیتونم از اون بخورم. جدی؟ بزن. چیز کن گاز نزن قورت بده بره پایین. کلشو؟ آره دیگه کلشو یه ذره همش. نه کلشو. به من اعتماد کن. به من اعتماد کلشو کن. نمیخورم. 2 تا بخور. 2 تا بخورم نه. آنتی اکسیدان داره خوبه برات ها. آه. یه گاز. خب اون یه تیکه‌ای که جدا الان دستات تو سیر میگیره. این خب تو پیاز میده. بخور دیگه وقت نداری. بابا یه دقیقه وایسا میخوام نصفش کنم بخورم. اون یادم اومد، یعنی فکر کردم فهمیدم قورت دادنم بود. فکرم میکنی؟ قشنگ گاز بزن. بوی سیر میده. خیلی بوی سیر میده. قورت بده. قورت دادی؟ قورت دادم بابا. اون یکی رو گاز بزن حالا. مهمی بود که من بخورم آقا، اصلا ربطی نداره. آقا یعنی چی؟ خب بچه‌ها میریم سراغ بعدی. با این آقای کلا بردار. من با ببینم. من من ببینم. آقا نوبت منه. قبلی تو دیدی. چی بود قبلی؟ این میوه که من نمیدونم چیه با سیره. بس سیره. اوکی بریم. رو تو بکنم. برمیگردیم به بحث شیرین اعتماد. این خوب است. دهنمو داری سرویس. این خوب است. این یعنی بعد است. تا اینجای بازی من دروغ گفتم بهت؟ آره. کی؟ نه این خوب است. اون بد است. به من اعتماد. آخه مگه میشه تو اینو دیگه واقعا هر روز استفاده میکنی. آخه تو الان صبح یعنی میخوای به صبح. بده رو بخوری؟ آره. داری به من میگی اون خوب است. آره. من برای رفاقت یه خورده غیر طبیعیه آقا این حرف. این شاعر چی میگه؟ میگه آن رفیقی که به هنگام غمم دور نرفت، زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت. پس اینو بخور. اعتماد کن، به داری فکر میکنی. تو میخوای بده رو الان بخوری؟ آره داداش، من رفاقت برام مهمه. من مثل تو نیستم. نه مال خودم. نه من مال خودم. من باش. این مال خودم. میخوام اعتماد. آقا این مال خودم. آقا مثلا میخوام نه اون اول باید فکر میکردی اصلا. اونجایی که گفتم من میگفتی چشم آقا کسرا. آقا کسرا
میخوام دیگه بخورم. دیره این مال منه. چشم بگو چشم. چشم میخورم اینو. بازش کن. اونو بخور. نه دیگه اینو میخوام. هانو چیشه. فکر کردی اعتماد نمیکن. نونه؟ نونه. نون خوبه. آرده. کوکائینه. جفتش یکیه میدونی که. ای جفتش یکیه راحت باش. من خیلی نون خوشم میاد. اوکی. یه فکری دارم. بخور آقا. نه، بخور میخورم. بابا. نکن بعد آموزی به بچه ها میبینن. بخور. چطوری بخورم؟ خسته نشی. یه ذره دیگه. به تو فلفله رو نخوردی عملا. یه گاز زدم بیا بابا دهنتو باز کن. با دونه دونه. اونو بده. یه خورده باید گس باشه فکر کنم نه؟ آرد تا رو نخوردم نمیدونم. کویرم بوده. نمیخوام. چرا بیا. نمیخوام. بیا خوب. نمیخوام. بیا آقا بخور. داداش خفه میپری گلوم. هیچی نمیشه بیا آب میدم بهت. خیلی خوردی. زدی دیگه. آزاده زور. یادت عجیبی دارم. خوبه. داریم یکی میخوریم با هم. آره تقریبا. بعد نیست اومدم امتحان کن. نه مرسی. آب داریم؟ خیلی آب داریم؟ خیلی به آرد علاقه ای ندارم. وای. دیدی بهت اعتماد کردم. وای. دیدی آقا کس را اعتماد وای. کردم بهت قطعش خوشی ها. اومدیم سراغ بریم با بعد. نوبت منه. آقا نه نوبت تو. نوبت من. رو تو اون بری کن. اون رو نگاه کن. بذار ببینم از صداش چیزی نکن آقا می‌فهمم. نداریم همچین چیزی. نه همین گوشم گذاشت. داره با هم صحبت میکنه. چی میگه؟ چیز قشنگ. خوب بود ها؟ همونو بردار. بیا اب نداره. به این چون این کار کردم بهت واقعیتو میگم این خوب نیست. چون این کار کردم صرفا. فقط صرفا همین. این خوبه نیست. من همینو میخوام. همونو بردار دارم واقعیتو بهت میگم. این اگه بده باشه گیتار رو تو سرت خورد میکنم. اوکی باشه. گیتارم تو سرت خورد میکنم. حالا فکرامو میکنم راجبش. همینو. همونو بردار. همونو بردار. فقط به خاطر این کاری که کردم. این مال منه. نه این مال منه. اونو این مال منه. آقا اونو کردی آب سیب. اینم همونه. اونم آب چیز سیبه. سرکه سیبه. 1 و 1. تبلیغ نشه. 1 و 1 عزیز مدیر کارخونه 1 و 1 میدونم برنامه‌مون رو داری میبینی یه دایرکت بده شماره کارتو میفرستیم. شما شبا رو میفرستیم. آره، در خیلی 10 بهتره. تومن بیشتر شما شبا رو آره. میفرستیم. بچه‌ها 1 و 1 یکی از برندهای خوبه. حتما ازش بذار اول بگیرین. پولو بزنه تو سیب اپیزود تخمیر. بعدی بقیه‌شو تبلیغ کنیم. آره بقیه حواسش رو تو اپیزود بعدی بهتون میگیم. اوه چه بو سیب نمیده. سری پیش سرکه بکن. سفید بود این دفعه گفتم سیب. بو سیب نمیده. بو سیب نمیده. بو سرکه میده. اینا بو موندگی میده. چرا همه چی بو موندگی میده؟ داداش بخور. نگفتم فقط تستش کن. خیلی ترشه. اه، نه. اینم ترشه. یه ذره بخور. اوکی. اینم ترشه. اسم میکنم بچه ها فکر میکنن مثلا سرکه نیست. یا نه وایسا نه. چرا انقدر پرش می‌کنی؟ بخور دیگه بابا. خیلیه. حالا بخوره یه خورده شو. بچه‌ها ببینید. همیشه قبل از اینکه با یه آدم بخواید رفاقت کنید بشناسیدش. اول بشناسیدش بعد باش رفاقت کنید. آقا نه اعتماد میکنه نه راستشو میگه. به نظرم که سرکه سیب از آب سیب بهتره. این پر بفرما. شکره، بفرما. پر مواد این افزودنیه. چی توش داره؟ این هیچی نداره. اون درشو سری بعد بگیم. این فقط اصلا سرکه داره. علامت چیز نه. آره دیگه سرکه هیچی نداره. بخور نوش جون. هیچی نداره. وای
این از سرکه سفیده بدتر. یه 5% یه چیز جالبی داشت توش. حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم. به خیالش رو نگو، یعنی 5% رو نگاه کن خوبه. ای وای. بزنیم بقیه‌اش هم بزن بقیه‌ش هم بزن. میوه بوتان ورزیده ایم، خوبان فراوان دیدیم. واقعا داره میخوره. بس دیگه. بریم بعدی. نمیدونم بهت. بریم بعدی. من باید ببینم. رو ببین هیچ مشکل. آخریه. یه خورده گوش کسرا نسبت به آره ما ضربه گوشو قبل مجبور شدیم بریم عوضش کنیم. آره برای همین ما یه خورده میخوام به شل بگیرم واقعیتش رو بخوایم و هر چی میگه رو گوش میکنم. بیا. همینو بخورم. همینو. چرا؟ هر چی میگه رو میخوام بهش گوش بکنم و به 30 ثانیه بگذره حرف نه خب باید بگو چرا خب؟ چون که چیز بدیه. چیز بدیه؟ چرا چیز بد باید بخورم؟ خب خوبه رو میخورم. نه بد نیست واقعا خوبه این. خوبه این؟ نمیدونم. خب باید بگی به من. نه این خوبه چی یا بگم؟ بد؟ من دارم بهت میگم اینو بخور. آخه داری میگی اعتماد کن، داری میگی این بده. اعتماد نداری؟ خب داری میگی بده، خب نمیخورم. بذار اینو دیگه بخورم. یادت رفت چی دیدی؟ ببین این روزمره استفاده میکنی. من؟ یا همه؟ همیشه هم تو ماشینت داری. بیشتر وقتا. خیلی دوست داری. خیلی دوست دارم. تو ماشینم آب دارم بازم. نه اینم دادی، همیشه داری. حالا مثلا همون موقع میگیری ولی همیشه هست. هر روز میگیری. خب اگه هر روز میگیرم پس نمیتونه چیز بد باشه. چرا میگه چیز بده؟ یه چیزی گفتم من حالا. نه من اعتماد میکنم. من دارم به توضیح میدم. نه چون من به تو اعتماد دارم اینو میخوام بردارم، چون تو گفتی اون بده. اون اول خب اولش هم گفتم خوبه. نه دیگه گفتی بده، خوب نگفتی. من به تو الان اعتماد دارم دارم. من اینو برمیدارم. بله. اینو بردارم. بله. اوکی باش. مشکل نداره. داری تحریکم میکنی. نه آخه این خوبه است، دارم میگم هر روز میگیری میخوری دوست داری. من دوست ندارم ولی الان گفتی اینو بده کمتر دوست دارم. من اینو برمیدارم آقا. همونو برمیدارم. همینو برمیدارم. مطمئنی؟ آره. مطمئنی؟ آره. اینو بردار. همینو برای خودت برمیدارم. میگم. همینو بردار. دوست نداری. اونی که اونجاست بابا همین الان واقعاً گفتی می‌خوای خوبه منو است. میگم اونو دوست نداری. اینو تو از کجا میدونی چیه؟ نمیدونم چون اینو میدونم دوست داری. من اینو برمیدارم. باش. بزن ریتمیک بزن. این برای بزن میخوام برش دارم. این بد است. پاستیل اکی حالا بد شده. جلوه بدی داره. بد انداختن یه گوشه برات. رب ها. اینم مال تو. رب خامه نه؟ رب خام. جالبه ها. مشکلی ندارم. ما همچین چیزی نداشتیم. به تو هم مال من برد. نمیخوام. بر خودت میشه جان. بر خودت میشه جان. خوش من. بذار اینجوری نمیتونیم بخوریم. بچه‌ها یه دونه چاقو هم میدین؟ ندادم. ببین پسر خوب. فقط 2 تا میزنم. باش. پلاستیکیه اون. ما امتحان کنیم ببینیم چی میشه. نه حالا اوکی. بکشم. نه پاسی هم میخورم من. رو بخوام میخورم. رو نبخوام خورد. مزه خامه. وایسا. مزه خامه میده؟ چون اینجوری شدی تو؟ نه. خوبه ها مونده نیست. گوجه تازه است. بخور نوشه جون. خورم دیگه. اصلا نخوردی بخور. این اون حساب نیست داداش، بذار من کمکت کنم. کمک کن. باش بخور. داداش. روبه دیگه. بپاسیام بخور. میخواستی راستشو بگی. اون خوبه. تو الان راستشو گفتم چی شد؟ خوبه رو بهت اعتماد کردم دیگه. نوشه جان. آها وایسا به یه کاری بکنم. نه حالا دیگه کثافت نزن. موزه. نوشه جان. این ترکیب آرد و رب با هم خوب میشه ها. تو معدت همشون داره ما دیگه با آلو و خوبه. این موزه پاستیل خوب بود.
اصلا مزهش نیومد. همش نه. رو ببین با ماهیتش مشکل دارم. طعمش اوکیه، گوجه داره. خوب بود، لذت بردیم، خوش گذشت. خیلی خوب بودش. من گوش چپم از دست دادم بچه‌ها. آره بعدش میریم از این به بعد من اونور میشینم که بتونم بشنوم چی میگه. بچه‌ها این چیه؟ امیدواریم که پاستیلای منو نخوره کسرا همشو. بچه من تا آخر انگشتره. اپیزود بتونم از پاستیلام لذت ببرم و اینو بمونه همینجا. از این بچه‌ها بودی که کلا پاستیلا رو باش برمی‌رفتم بخور دیگه لذت ببره پاستیله. انگشتریه. این پفک لوله‌ای لینا بود میچسبوندیم به هم دیگه، یه پفک بزرگ میشد. میچسبونیم به هم دیگه. این کارو نمی‌کردی؟ من یه خلالا برداشتم پفکر رو، این حلقه‌ای ها رو مینداختم اینطوری با توش. کلاس با توف جالب میچسبوندیم ما پفک رو به هم دیگه. خوب بود. 4-5 تا پفک، بعد یه پفک بزرگ داشتیم اون موقع. جالب. حالا چیز می‌کنیم. اپیزود میگیرم بعدی من درست امتحان می‌کنم. می‌کنه، ها؟ هر کی بتونه پفک بزرگتری درست کنه. خوبه اینا، خوبه. موافقم با دمت گرم. خیلی خوب. بچه‌ها خسته نباشید. خیلی ممنون ازتون که تا اینجا همراه ما بودین. من امیدواریم معدم که داره لذت نابود برده میشه. باشیم واقعا از برنامه. جالب بود به من که خیلی خوش گذشت. آره به امیدوارم منم شما هم خوش گذشت. بگذره. آرد نخورید. آرد خالی بله. نخورین. با رب و پاستیل خیلی جالب نمیشه با هم آره. دیگه. این هفته هم باهاتون بودیم، هفته بعدم باز باهاتونیم با یه اپیزود جدید دیگه. از سایه فعلا برید. خداحافظ. خداحافظ. بدون من کجا میخوای بری، 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 بدون من بدون من بدون من بدون من کجا میخوای بری، بدون من کجا میخوای بری، بدون من کجا میخوای بری. بیت باکس برامون نمیزنی. خب 1 2 3 4 حرف بزن، حرف بزن. 1 2 3 4 آهای دختر خانم، دستتو بذار تو دست دوستت، پسرش لوسه. نفسم کم آمد. خب سلام بچه ها. سلام نباید میکردیم میشه از اول